مکزیک هواپیمای پرزیدنتیش را که چند سال باز در فروش گذاشته شده بود اما هیچ خریدار نمی‌یافت، بالاخره با نرخ 92 میلیون دلار به تاجیکستان فروخته است. فروش این هواپیما در چارچوب برنامه به دولت و مردم برگرداندن مال و ملک از جانب حکومت‌های قبلی این کشور قاره آمریکا غارت شده صورت گرفته است. به احتمال غالب اکنون با این هواپیما پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان پرواز خواهد کرد. اما حکومت مکزیک نقشه دارد که 92 میلیون دلار از فروش این هواپیما به تاجیکستان به دست آورده‌اش را برای ساختن دو بیمارستان در منطقه فقیر این کشور صرف کند و آن هم در حالی که اقتصاد مکزیک سالانه قریب 1.3 تریلیون دلار و از تاجیکستان همگی نزدیک 9 میلیارد دلار است، یعنی 150 مرتبه ضعیفتر. اندرس مانوئل لوپس ابرادور شخصا از طلوع این هواپیمای به تاجیکستان فروخته شده به مردمش اظهار داد. در این اظهارات که ابرادور روز 20 اپریل سال 2023 در توییتر نشر کرد، او از جمله گفت: من به مردم مکزیک خبر میدهم که امروز قرارداد فروش هواپیمای پرزیدنتی به امضا رسید. حکومت تاجیکستان طبق نرخنامه رسمی به صورت حساب اینستیتوت برگرداندن مال و ملک از مردم غارت شده 1 میلیارد و 658 میلیون و 684 هزار و 400 پیسو انتقال داد. این پولها برای ساختن دو بیمارستان در منطقه تلپی ایالات گریرو و منطقه توستپکه در ایالات اوهاکا صرف می شوند. این دو بیمارستان باید تا انجام دوره پرزیدنتی من ساخته و به استفاده داده شوند. ابرادور که او را روبین هود مکزیکی هم می نامند، بعد رسیدنش به قدرت نهادی را با نام اینستیتوت برگرداندن مال و ملک از مردم غارت شده تشکیل داده است که هدفش به دولت و مردم برگردانیدن مال و ملک است که مقامات فسادزده حکومت‌های قبلی تصرف کردند. نزدیک 1.7 میلیارد پیسو که مکزیک از حساب فروش هواپیمای پرزیدنتیش از حکومت تاجیکستان گرفت طبق قرب رسمی برابر 92 میلیون دلار امریکایی است. هواپیمای پرزیدنتی را حکومت مکزیک سال 2012 در زمان پرزیدنتی فیلیپ کالدرون فرمایش داده بود. این هواپیما ماه فوریه سال 2016 وقتی که به کرسی پرزیدنتی مکزیک علاقه انریکه پنیا نیتو نشسته بود آورده شد. کارشناسان قیمت این هواپیما را از 220 میلیون تا 400 میلیون دلار رقم میزنند. ولی ابرادور که سال 2018 به مقام پرزیدنتی رسید اصولا یگان دفعه از این هواپیما استفاده نبرد و چند سال قبل آن را به فروش گذاشت، اما تا کنون برای آن خریدار یافت نشده بود تا دمی که مقامات تاجیکستان از عزم خود برای خریدن آن درک دادند و بالاخره هواپیمای پرزیدنت مکزیک را خریدند. مقامات تاجیکستان تا حال خبر از زبان پرزیدنت مکزیک صدا داده درباره به تاجیکستان و با نرخ 92 میلیون دلار فروخته شدن هواپیمای پرزیدنتی این کشور را شرح ندادند. ولی بسیاری از رسانه‌ها تخمین میزنند که این هواپیما را مخصوصا برای انجام سفرهای پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان خریدند. امامعلی رحمان که از پایان سال 1992 اینک بیش از 30 سال باز بر تاجیکستان رهبری میکند تا کنون سفرهای خود را توسط هواپیمای مخصوص شرکت سامان ایر انجام میداد.